کودکان بی‌پناه غزه 10 سال قبل از روز حادثه تلخ زلزله و سونامی ژاپن با حضور در کنار دانش آموزان مناطق آسیب دیده با پرواز بادبادک‌های دستساز و امیدبخششون در ذهن ژاپنی‌ها خاطره‌ای ماندگار رو ثبت کردند. ما خاطره دانش آموزان غزه در دلجویی از کودکان حادثه سونامی ژاپن را به یاد داریم و ضمن دعا برای سلامتی و رهایی اونها که در سکوت مدعیان حقوق بشر هر لحظه پرپر میشوند سعی داریم جامعه جهانی رو نسبت به توقف نسل‌کشی در نوار غزه بسیج کنیم. بازماندگان حادثه‌ای که با ارسال پیام‌های همبستگی و حمایت ضمن ابراز همدردی با کودکان بی‌دفاع غزه از طریق ردیابی دانشگاه ژاپن موفق به برقراری تماس تصویری با برخی از دانش آموزان غزه شدند. زندگی در غزه هر روز سخت و سخت‌تر میشه، اما هرگز از مرگ نمیترسیم و عقب نمینشینیم. ما هم در برابر چالش‌ها مثل شما ژاپنی‌ها استقامت میکنیم و اطمینان داریم با ایمان، صبر و ایستادگی در برابر این ظلم آشکار پیروز قطعی این میدان ما هستیم. غزه ضرب خورده‌ای که به مهمترین دغدغه مردم در سراسر دنیا تبدیل شده این روزها در نقاشی‌های کودکانه دانش آموزان ایرانی مقیم مالزی و جنوب شرق آسیا هم جا باز کرده. مسجد الاقصی رو کشیدم که چند تا بچه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو میدن و چند تا پرنده کشیدم به امید آزادی فلسطین. که از بچه‌ها با اون ذهن کودکانه خودش اون تونل رو کشیده که یه بچه اونجا گیر افتاده، سرباز اسرائیلی داره اون بچه رو اسیر میکنه. نقش درمانده یک برادر و خواهریه که پدر مادرشون از دست دادن، خانواده‌شون از دست دادن و توی مخروبه‌های غزه نشستن و پرچم کشورشون انداختن برای محافظت از خودشون. نمایشگاه فلسطین قلب من با بیش از 50 اثر. اونچه که الان شما ملاحظه می‌کنید نقاشی دانش آموزانی است که متناسب با مظلومیت غزه تونستن تراوش‌های ذهنی خودشون اینو به تصویر بکشن. این نمایشگاه در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور به مدت 1 هفته صبح‌ها و عصرها برای بازدید عموم و علاقه‌مندان دائره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.